سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. الله تعالی یگانه و دارای صفتهای ذاتی و فعلی است. امام ابو حنیفه گفتند: والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال یکتا است، نه به اعتبار عدد یعنی شماریدن، بلکه از این جهت که شریک و مانند ندارد. و در دوام سوره اخلاص را خواندند. بگو اوست الله یگانه، خداوندی بی‌نیاز، نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده و هیچ شبیه و همتای یعنی مانند او را نیست. سوره اخلاص. اکنون بیایید شرح این گفته های امام را دیده می براییم. اگر پرسند که معنای قول حضرت امام الله تعالی واحد نه از طریق عدد چیست؟ جواب می گوییم که مراد از آن این است که مقصد از الله تعالی واحد گفتن این واحد عدد و شماره نیست، زیرا بعد عدد واحد عدد دو که مثل مانند واحد شماره و عدد می باشد می آید. از این رو واحد عددی برای خود مثل مانند از جنس خودش دارد، اگرچه در صفت مقدار در بینشان فرق است، اما الله تعالی برای خود از هیچ جهت مثل و مانند ندارد. پس مراد از الله واحد گفتن الله بی مثل و مانند گفتن می باشد. و اگر پرسند که حضرت امام چرا با سوره اخلاص استدلال کرده اند و آن را برای گفته خودشان حجت آورده اند، جواب می گوییم که در این سوره الله تعالی مختصراً بی مثل و مانند بودنش را بیان کرده است. معنای قل هو الله احد الله احد یعنی الله تعالی یک و یگانه می باشد. معنای الله الصمد یعنی الله بی‌نیاز است، یعنی همه به الله تعالی در تمام کارهایشان همیشه محتاج می باشند و الله تعالی در هیچ کارش به هیچ کسی هرگز محتاج نبوده و نمی باشد. معنای لم یلد تولد نکرده و معنای ولم یولد تولد کرده نشده می باشد. مراد از تولد نکرده است یعنی زن و فرزند ندارد، اما معنای تولد کرده نشده است یعنی پدر و مادر ندارد. اما کلمه ولم یکن له کفوا احد یعنی هیچ موجود بغیر موجود در ذات، اسمها و صفاتها و افعالش به الله تعالی مثل و برابر و شریک و مانند نبوده و نمی باشد. امام ابو حنیفه دوام داده می گویند هیچ چیزی از مخلوقات به او شباهت ندارد و نه او به هیچ چیزی از مخلوقاتش شبیه است. همیشه بود و ابداً با نامها و صفات ذاتی و فعلیش خواهد بود. صفات ذاتی مانند حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر و اراده، یعنی این صفت هایی که خاص به ذات خداوند علاقمندند. و صفت های فعلی مانند آفریدن، روزی دادن، انشا یعنی پیدا کردن، ابداع، صنع و غیره، این صفت ها باشند به فعل خداوند
علاقمندی دارند. مانندی آفریدن، یعنی خداوند می آفرید، آفریدگار است، از هیچ چیز چیزی را پیدا می کند. روزی دادن، خداوند رزق می دهد. انشا یعنی پیدا کردن، خداوند پیدا می کند. ابداع یعنی چیزی نو پیدا کردن، نه از مثال قبلی. چنانه که خداوند می فرماید بدیع السماوات والارض، خداوند آسمان ها و زمین را پیدا کرد، یعنی که نو پیدا کرد و قبلا آنها نبودند. صنع و غیره، صنع یعنی آنچه ایجاد شده، آفریده شده و ساخته شده است. اکنون بیاید شرح این گفته های امام را ببینیم. هیچ چیزی از مخلوقات به او شباهت ندارد و نه او به هیچ چیزی از مخلوقاتش شبیه نیست. وقتی که ما میگوییم خانه، در فکر ما یک تصورات پیدا می شود. وقتی که ما میگوییم درخت، ما الکی تصور میکنیم. وقتی که ما میگوییم انسان، شخص، شخصیت، الکی ما تصور میکنیم در فکرمون. و وقتی که ما الله میگوییم، یگان تصورات، یگان خیال، یگان چیز باید در فکر ما نباشد، چون الله سبحانه و تعالی شبیه و مانند مخلوقات خودش نیست. دوام متن همیشه بوده و ابداً با نامها و صفات ذاتی و فعلیش خواهد بود. یعنی خداوند همیشه بود و همیشه باقی خواهد ماند. یعنی اول و آخر ندارد، ابتدا و انتها ندارد. هر چیزی که ابتدای و انتها دارد مخلوق است. مثال زمین نبود، پیدا شد و روز از بین می رود. این مخلوق است، برای خاطر ابتدا دارد و آخر دارد و انتها دارد. مثال درخت نبود، درخت برآمد، اول دارد و درخت نابود می شود بعد از چند سال، انتها دارد. و خداوند ابتدای و انتها ندارد. یعنی همه مخلوقان ابتدا و انتها دارند، خداوند باشد ابتدا یعنی سرشوی ندارد، چون اگر ابتدا می داشت خداوند نبود، مخلوق بود. چون هر آن چیزی که ابتدا دارد، هر آن چیزی که پیدا شد، او را خداوند خلق کرد و خودی خداوند باشد، خودی خداوند را هیچ کس خلق نکرده است. به این سبب او ابتدا و انتها ندارد. و این چونین بعضی مخلوقات خداوند ابتدا دارند و انتها ندارند. با مانند بهشت و دوزخ. بهشت و دوزخ نیز ابتدا دارند، سرشوی دارند، خداوند آنها را خلق کرد، ولکن انتها ندارند، آخر ندارند، آنها ابدی خواهند بود. و فرقیت خداوند از بندگانش این است که خداوند به ابتدا و به انتها است و دیگر همه مخلوقات ابتدا و انتها دارند. دوم متن را می خونیم. صفات ذاتی مانند حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر و اراده. یعنی صفت‌هایی که به ذات پروردگار تعلق دارد. این مانند حیات، یعنی خداوند زنده است. قدرت، خداوند قدرت دارد. علم، خداوند علم دارد. کلام، سمع یعنی شنوایی، بصر بینایی، اراده یعنی خداوند دارای این صفت‌ها است. این صفت‌ها نیز به ابتدا و به انتها هستند، یعنی پیدا شده نیستند. بودند در تاریخ گروه‌هایی که می‌گفتند که بعضی صفت‌های خداوند پیدا شدند، ولیکن عقیده ما اهل سنت و الجماعت این است که همه صفت‌های خداوند به ابتدا و به انتها هستند. صفات فعلی باشند مانند آفریدن، روزی دادن، انشا یعنی پیدا کردن، ابداع، صنع و غیره. صفت‌های فعلی باشند این یعنی که خداوند کارهای را انجام می‌دهد به فعلش. مثال خداوند می آفرد، او صفت آفریدن دارد. خداوند رزق می‌دهد، او صفت روزی دادن دارد.
خداوند انشا می کند، یعنی پیدا می کند. او صفت پیدا کردن دارد. برای فرق کردن این دو نوع صفات در یاد داشته باشید آن صفت هایی که متعلق به ذات خداوندند صفت ذاتی نام دارند و آن صفت هایی که به اراده و خواست خداوند متعلق باشند صفت های فعلی نامیده می شوند. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که صفت های مخلوقات مطابق دور و زمان و حالت و شرایط جای و مکان تغییر می یابند و دیگرگون می شوند. مثلا جوان پیر می شود، بینا کور می شود، زنده می میرد، طفل خرد راهگرد می شود و غیره و هکذا. اما اسمها و صفتهای الله تعالی همیشه یک نوع و در یک حالت بوده و چنین باقی میمانند. از این رو به اسمها و صفتهای مخلوقات مانندی ندارند. اینجا رسیدیم به پایان درس. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.